باشد که تمام عمرتان در کنار هم باشید. 1000 سال به طول بیانجامد. باشد که بچه‌های زیادی نصیبتان شود و عمر طولانی داشته باشید. میخوای یادت بدم که چطوری لبخند بزنی؟ دارم خوشگلت میکنم که لبخند بزنی، نه اینکه اخم کنی. مطمئنم خانوادت الان خوشحالن. اونا دارن از بهشت تماشات میکنن عزیزم. یا اصلا شاید دارن حاضر میشن که بیان مراسم نامزدید. چقدر رمانتیک. بده ببینم چی گرفتی. بیا خودت عکسشو در بیار. میرم آتلیه. داری میری روی مخم. حتما باید ادای آرتیستا رو در بیاری. عکسا باید قشنگ بشه. فیلمم باید بگیری. چیه؟ نکنه آرایشت مجونی میکنم میخواستی؟ نکن. برو عقب گنده ای تو دوربین جا نمیشی. همه چی آماده است؟ سلام. یکم دیگه مونده. خانومت به زودی آماده میشه. هدیه بعدی از طرف خانواده سلیمه. تعدادی شمع و 2 بطری نوشیدنی. هر شمع یه شخصیت لیونگ و هونگ داره. یه اژدها و یک ققنوس که نمایانگر ثروته. تاسیا همه چیز منه. تا حالا احساس پشیمونی نکردم از اولین روزی که همدیگر رو دیدیم تا همین امروز. دوست دارم عزیزم. اما من به خوبی آگاهم که اگه هر دوی ما اینجا هستیم به لطف پدر و مادر ناتنی من هست. مامان لیندا و بابا چاندرا. اگه تاسیا پیش شما کار نمی کرد ما هیچ وقت با هم آشنا نمی شدیم. ممنون مامان و بابا که از وقتی که یه بچه کوچیک بودم ازم مراقبت کردید. از وقتی که مادر و پدرم رو از دست دادم پس به افتخار مامان لیندا و بابا چاندرا. تاسیا سفارش داده ها. از کجا گرفتین؟ چطوره؟ خیلی عالیه. فوق‌العاده است. جدی؟ سلیقتو خیلی قبول دارم. نوش به نظرم جونه. خوشمزه است. نودل کسی نودل نمیخواد؟ نه ممنونم عزیزم. سلیم یه چیزی بهت بگم. تاسیا بهترین غذاها رو میشه. آره نظر لطف داری. خیلی خوبه. آره این که عالیه. هر موقع پیش تو غذا میخورم خیلی خوشحالم. خانه پروانه ها. عزیزم چی شده؟ چرا قفلی زدی ها؟ احساس کردم که فکر کنم چیزی دیدم. چی دیدی؟ نمیدونم، خیلی سریع گذشت. قبلا خوابشو دیده بودم. یه جور
خونه قدیمیه که تا حالا قبلا نه حتی ندیدمش. بهتره دربارش فکر نکنیم. میخواستم بهت بگم که روز نامزدیمون انکیم بهم زنگ زد، اما متوجه نشدم. نفهمیدم زنگ زده. انکی؟ انکیم همون چیزی که صداش میکنیم. عمه، دختر عمه بابامه. مگه تو عمه داری؟ آره دارم، اما خیلی نزدیک نیستیم. فکر کنم آخرین باری که همو دیدیم تو مدرسه کلاس 4 پنجم بود. بعد برای مراسم نامزدیمون میومد. بابا چاندرا دعوتش کرده بود. دستمال کاغذی داری؟ آره، اشکال نداره، میرم دستمو میشورم. الو، سلام، با سلیم تیو تماس گرفتم. خودم هستم. شما؟ من کوچونگ هستم. من یه ارباب هستم از لاسم. تماس گرفتم تا مطلعتون کنم که سی فانگ فانگ دیروز در لاسم فوت کرده. میتونید اینجا حضور پیدا کنید یا نه؟ ببخشید چی؟ عمه فانگ فانگ مرده؟ میتونید. الو؟ الو؟ صداتون رو ندارم، قطع میشه. الو؟ الو؟ سلیم، ببخشید که من دیروز نتونستم بیام. زود بیا خونه. یکی باید چوبای دعامو توی محراب اتاق پشتی روشن کنه. اتاق پشتی؟ همه؟ الو؟ عمه فانگ فانگ فوت کرده. مریض بود؟ نمیدونم، برای همینه که باید برم. پس عکاسی قبل عروسیمون، یعنی واقعا باید بری؟ بلیطامون به هنگ کنگ رو نمیتونیم کنسل کنیم سلیم. فبری و آریان هم برنامهشون پره. میترسم نرسیم. میدونم، ولی چطور میتونم خودمو به خاک سپاریش نرسونم؟ قرار کلی کاغذبازی پیچیده باشه. کی قراره بهشون رسیدگی کنه؟ بیا بگیر. خیلی وقت بود خون دماغ نداشتی. بیا یه نفر دیگر رو پیدا کنیم که به مراسم خاک سپاری بره. عزیزم، عمه فانگ فانگ تنها همخون منه که برام باقی مونده و منم تنها کسی هم که اون داره. مهم نیست چه اتفاقی میفته، باید اون کسی باشم که کارهای خاک سپاریشو انجام میده. متاسفم. چیزی نیست که احیانا بتونی تغییرش بدی؟ یه کمکی بهم برسونی دیگه، یه جوری تو برنامه‌ت ما رو جا کن. باش که میتونستم. تا 3 ماه آینده سرم شلوغه. خب اینو چی میگی؟ بیا عکاسی رو همینجا انجام بدیم. خونه اینجا یه دیزاین کلاسیک چینی داره، به تممونم میخوره. خب میتونیم. الو سلیم؟ هی فکر میکنه هر وقت دلش بخواد میتونه لوکیشن عوض کنه. نظر تو چیه؟ هی گوش کن. اگه تصمیم تو اینه که لوکیشن رو ببریم خونه سلیم، پس انجامش میدیم. انقدرم سخت نگیر، باشه؟ نگرانشم نباش. سخت نگیر.
توی اداره روستا دارم به کاغذ بازیاش میرسم. همین الان همه رو خاک کردیم. اینم از آدرسم. یکم دیگه آنتنم میره. همینجاست؟ ممنونم. بفرمایید. سلیم؟ 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 سلیم؟
عزیزم؟ همون خونه که تو خواب میدیدم. تو توی یه تابوت بودی. این چطوره؟ فردا صبح توی محراب اجدادم با هم دعا میکنیم. شاید خوابت میخواد بهمون بگه که قبل ازدواج باید رضایت اونا رو هم جلب کنیم. آره؟ بیا. چرا 4 تا چوب؟ مگه 4 به معنی معنیش اینه که باید به سمت هر 4 طرف قطب نما دعا کنیم برای ادای احترام به والدینمون یا اجدادمون که خیلی وقت پیش فوت کردن. کسی اینجا هست؟ تاسیا. فکر کنم خالیه. آره معلوم نیست کجا رفتن. اینجا رو نگاه کن. اینجا شبیه خونه آقای ایپه. چی؟ اون که خیلی قدیمیه. به به بالاخره رسیدیم. آره. مسیر چطور بود؟ همه چی خوب بود؟ خسته کننده بود. سلام، چطوری؟ سلام. چطوری؟ چه خبره؟ نظرت چی؟ عجیب غریب. ولی اصیله. آره اصیله، حق با توه. کوچونگ چه خبره؟ سلیم، اومدم تا بهت وسایل دعای سیفانگ فانگو بدم. خیلی ازت ممنونم، واقعا لطف کردی. قرار شبا اینجا سپری کنین؟ آره؟ آره. فهمیدم. خب اگه چیزی نیاز داشتین من همین اطراف زندگی میکنم، همین خونه کوچولوه کنار معبد. خیلی خوب، بهتره که دیگه برم. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. آره. ممنون ازت. خواهش میکنم. جعبه رو نگاه کن، خیلی بزرگه مگه نه؟ قشنگه. خیلی خوب، آماده این؟ یه دور خونه بزنیم. باشه، یه لحظه وایسا.
معنی این نوشته ها رو میدونید چیه؟ هی هی ها؟ چی شده؟ هیچی. یکم آب ریخت رو سرم. آره فردا درستش میکنم. بزن بری. اینا همه عتیقایی با ارزشن. قشنگه نه؟ خانواده من 100 ساله که اینجا زندگی میکنن. بی خیال تاسیا. بهتره که اون خوابتو فراموش کنی. اینجور وقتا چیزایی که باید به خاطر بیاری خاطره های خوبن، مثل اولین باری که سلیمو دیدی. یادته که مدام راجبش با هم حرف میزدی؟ خیلی خوشحال بودی و حالا داری باهاش ازدواج میکنی. رمانتیکه نه؟ البته واقعا تو خیلی خوششانسی. ولی به نظرم باید با موهات یه کاری بکنیم. جدی؟ نظرت چیه باز باشه؟ نه خوب نمیشه. این مدل مو چطوره؟ به نظرم عالیه. شاید فردا موهاشو این شکلی کنم. به اندازه کافی گیره مو دارم. چند تا خوبش رو انتخاب میکنم. خوبه. باشه. خدای من چقدر خوشگله. سلیم فامیلته؟ اگه اشتباه نکنم خواهر کوچیکتر بابا بزرگم بود. یه خواننده خیلی معروف بود. اسمش میهوا بود. متاسفانه شنیدم جوون مرگ شده. آره. مرد؟ بکنم کلکسیونشو یه جا همین جا گذاشته باشه. حتما باید قدیمی باشه. موهای تنمو سیخ میکنه. خیش به نظر من که موسیقی فوق‌العاده‌ای.
قهوه کجاست؟ ها؟ آها این هاشش. آره. نه هنوز جوابم نه. راجب چی حرف میزنی؟ مسئله اون نیست. پس چی؟ سلیم ازم جلو زد. بی خیال فبری، برو برای خودت یه نفر رو پیدا کن. زیادی خوشگذرونی. منظورمو نمیفهمی. مسئله این نیست. من یه زمانی ازت خوشم میومد. آره میدونم. اگه از من خوشت میومد باید یه قدمی برمی داشتی. یعنی اگه قدمی برمی داشتم یه شانسی با تو داشتم مگه نه؟ نه، بوی سیگار میدی. اتاسیه یه لحظه وایسه ببینم اون دیگه چیه ها؟ شاید قبرستون خانوادگی سلیمه. خیلی خوب. سلیم؟
عزیزم، سلیم. یه محراب مخصوص این شکلی برای مهوبا می ساختن. باید جای محراب جلویی باشه کنار اعضای خانواده. مگه اینکه وقتی هنوز ازدواج نکرده مرده. تا جایی که من میدونم تمام چوبایی روی محراب مهوبا باید روشن بمونه و کسی که روشنشون میکنه باید یکی از اعضای خانواده باشه. در غیر این صورت یه نفر مریض میشه. اون دماغی دیروزم. همینطور چیزی که همه راجبش نوشت. پس میخوایی اینجا زندگی کنی؟ یعنی وقتی که ازدواج کنیم، وقتی که بچه دار بشیم، تو میخوایی که سلیم بری چی کار میکنی؟ متوجهم که پذیرشش سخته. میفهمم. کاملا متوجهم. سلیم ما تو این کار با همین مگه نه؟ آره باشه. ازت ممنونم. ولی تو اصلا نگران نباش. چیزی که تو تجربه کردی شاید به خاطر این بوده که چوبای دعا خاموش شده. کسی نبوده که روشنشون کنه. خیلی خوب. باشه. فردا بیا سر قبر میهوا دعا کنیم. امیدوارم روحش به آرامش برسه. باشه. آره. اگه درد گرفت به هم بگو. تاسیا، درکت میکنم. چیزی که تجربه کردی خیلی وحشتناک بود. پس میخوای که کلاً لغوش کنی؟ میتونیم صبر کنیم تا حالت بهتر بشه، بعد میتونیم همه چی رو از اول شروع کنیم. نظرت چیه؟ نه چیزی نیست. حالم خیلی زود خوب میشه. مطمئنی؟ همه چی آماده است؟ بریم. مراقب باش. تاسیا مراقب باش. بیا اینجا. خب آماده این؟ آره من میرم حیاط جوری. بیاین بریم. باشه. بذار کمکت کنم. خوبی؟ آره. خب یه چیزی برات دارم، صبر کن. وای. از کجا پیداش کردی؟ یه رازه. نمیتونم بگم. بذارمش روی موهات. خیلی خوب. قشنگ شدی. خیلی خوشگل شدی. ممنونم آریا.
خواهش میکنم. زودتر ببخشید. صافش کن. لبخند نزنی؟ میدونی میخوام اینطوری کلاسیک بشه ولی فیلم میگیرم. میخوام که همین قابو نگه دارم. اینوری بهتره. یه لحظه صبر از کن. زاویه این بهتره. طرف صورتت خیلی چربه. آها. برای یکی میتونی لبخند بزنی. یکم فاصله بگیری بهتر میشه. میگم میخوای عکستون این شکلی کنم؟ کلاسیک و سنتی. اصلا متوجه این عکس نشده بودم. عکس خوبیه. خیلی خوب، همین انجام میدیم. دارم عکسای پشت صحنه میگیرم. بریم برای فیلم. منو ببین. عالیه، حالا چونتو بیار پایین. 3 2 خوبه. حالا سریع محبت بیشتری رو نشون بده. خوبه، آفرین. حالا یکی دیگه چونه به سمت پایین و ریلکس باشید. خوبه. 3 2 منو نگاه کنین. 3 2 3 2 این طرف. یکم محبت بیشتر. خیلی خوب. 3 2 تاسیا ریلکسر. آفرین. 3 2 پدرمو ول کن. ولش کن. چی کارش داری؟ یکی دیگه. 3 2 خوبه. سب کنی. عالی. عزیزم. تاسیا. هی، تاسیا. عزیزم. حالت خوبه؟ عزیزم بیدار شو. تاسیا. مطمئنی نمیخوای ببریش بیمارستان؟ تاسیا اینو نمیخواد. میگه فقط یکم استراحت نیاز داره. باشه، هر جور خودت میتونی. باید برم دستشویی. پرینتشون کردی؟ داداش این عکسو نگاه کن. چی شده؟ من میخوام برگردم نمیتونی، جسد. باید اینجا بمونی هارجا. نمیتونم آریان. آره ولی تاسیا همین الان از حال رفت. برام مهم نیست. دارم دیوونه میشم جان، آریان. نمیشی. من بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم. باشه ولی اول به من گوش بده. ما اینجاییم تا به تاسیا و سلیم کمک کنیم. چطور میخوای بذاری بری؟ من نمیخوام اینطوری کمکی که بهشون نمیشه. بکنم. میخوام برگردم یه دقیقه جاکارتا. آروم باش ببین چی توی میگم. عکسای سلیم و تاسیا روح بود. باشه آرجا، آروم باش. تاسیا از حال رفته. تاسیا ذره‌ای برام اهمیت نداره. نمیتونیم ولشون کنیم. چرا میتونیم؟ چی داری میگی؟ همین که بهت گفتم. خدای من، تاسیا از حال رفته، حالش بده. دیگه برام مهم نیست.
عزیزم مراقب باش. مراقب باش تاسیا. وای اون دیگه چیه؟ چه کوفتیه؟ نمیدونم. وای خدا که من وای خدا. ای وایسا. سلیم میهوا اصلا نمیفهمم. سالها یه جنازه پشت اون دیوار خاک شده بود و تو اینا نمیدونستی؟ ببخشید فبری، صبر کن. پس اونی که پشت خونه خاک شده کیه؟ نمیدونم. تنها چیزی که من میدونم اینه که باید چوبای محراب میهوا رو روشن کنم وگرنه مریض میشم. همین. تنها چیزی که میدونم همینه. فردا یه تدفین برای میهوا ترتیب میدم. بعدش عکاسیمون رو تموم میکنیم. چی؟ سلیم تو دیوونه ای؟ راهی نداره، ما امشب آرجا برمیگردیم آروم خونه. باش. من اومدم اینجا کار کنم، نمیخوام جنازه دفن کنم. حق با توی هارجا. این مشکل من و سلیمه، نه شماها. من درک میکنم. نه تاسیا، من کمکت میکنم. حتی اگه مجبور بشم یه جنازه هم دفن کنم باهات میمونم. باشه بیا این جنازه رو همین الان دفنش کنیم. زود باشیم. نه الان نه. دفن کردن جنازه توی شب فقط برامون بدشانسی میاره. بیایید فردا انجامش بدیم. شماها همتون دیوونه اید. لعنتی. هارجا تاسیا، من میرم یه نوشیدنی بیارم. تو چیزی میخوری؟ هی کجا داری میری؟ میخوای منو وسط کار ول کنی؟ کار من شامله دفن کردن جنازه نمیشه. آره میدونم، ولی کارت هنوز اینجا تموم نشده. باید قبل از اینکه کارو شروع میکردیم به اینجا فکر میکردیم. خودت برای چی؟ با من نمیای ها؟ من برای تاسیا نگرانم. دوباره تاسیا داره با یکی دیگه ازدواج میکنه. عقل تو از دست دادی؟ هارجا اوکی.
یا خدا تاسیا! تاسیا! عزیزم مراقب باش سری. تاسیا! 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 تاسیا تو چرا اینطوری لبخند میزنی؟ تاسیا داری منو میترسونی. تاسیا صبر کن. کجا میری؟ آقا ببخشید، کوچونگ اینجاست؟ یه انرژی خیلی قوی اینجاست. این انرژی منفیه؟ حزن، اندوه. ولی شما میتونید به دوست من کمک کنید، نه؟ اتفاقایی که داره برای سلیم میفته شبیه هیچ چیز دیگه ای نیست که تا الان شنیدم، ولی بر اساس داستان شما و دانش خودم نسبت به اون خونه فقط یک کار هست که میتونیم انجام بدیم. در قدیم اینجا انجام شده، اما من خودم تا الان انجامش ندادم. شما میتونید بهم کمک کنی؟ کمکتون واقعا مهمه. البته. تاسیا بیا از اینجا بریم. همین امشب با من بیا تاسیا. سلیما بیخیال شو. حالت خوبه؟ نه، حالم سر جاشه. الان خوب میدونم که اشتباه بزرگی کردم. حالا میخوام کاری که دیروز بهم گفتی و انجامش بدم. فهمیدی چی میگم؟ میخوام یه قدمی بردارم، یه قدم بزرگ.
قدمی که باعث نجاتت میشه. تو باید با من بیای بریم. من میخوام با سلیم باشم. تاسیا چشماتو باز کن، تو رو برا تو خوب ببین. واقعا میخوای با یه مردی با یه همچین خانواده‌ای زندگی کنی؟ فکر کن تاسیا، چرا سلیم لوکیشن عکس برداری را اینجا آورده؟ چرا راجع به گذشته و خانواده‌اش بهت نگفته ها؟ چرا؟ اون میخواد بهمون آسیب بزنه، نمیخواد که ما از اینجا بریم بیرون. چشماتو باز کن. فبری بس کن. هر چیزی که راجبه سلیم فکر میکنی برام مهم نیست. من سلیمو دوست دارم و اگه قرار باشه تو اینجا بمیره، منم میخوام باهاش بمیرم. معذرت میخوام، شاید اشتباه، شاید اینا فقط تو ذهن منه، ولی چیزی که حس میکنم تاسیا، دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم. نمیتونم دیگه دروغ بگم. تو هیچ وقت نمیتونی جای اونو بگیری. سلیم، منو ببخش. تو نباید این چیزا رو تحمل کنی. همش تقصیر منه. منظورت چیه؟ تا وقتی ازدواج نکردیم مجبور نیستی که با من بمونی. همینطور با خانواده من. پس اگه همین الان بری هیچ اتفاقی واسط نمیافته. سلیم، آسیا لطفاً گوش کن. من نمیخوام تو به خاطر من یه زندگی فلاکت بار داشته باشی. تو لیاقت خوشحالی رو داری، که دور دنیا رو بگردی و هر چیزی که فکرشو میکنی بتونی بهش برسی. پس بهتره به حرف فبری گوش کنی و نه باهاش سلیم. بری. تو سلیم. باید باهاش بری. برو. سلیم بس کن. هیچ وقت به عشقم نسبت به خودت شک نکن. گفتی رسیدن همه چیزه. تو خیلی احمقی سلیم. اگه فکر میکنی یک روز بدون تو میتونم بگذرونم، فکر میکنی میتونم بشینم و مردن تو تماشا کنم، واقعا اینجوری فکر میکنی سلیم؟ جوابمو بده سلیم. تاسیا،
یه هفته دیگه عزیزم. آماده ای؟ بیا. یه هدیه دارم برای تو. چیز تجملاتی نیست اما خودم درستش کردم. این پروانه نمادی از امید من به تو. امیدوارم که توی آسمونا اوج بگیری. ممنونم عزیزم. منم دوست دارم با تو اوج بگیرم. خیلی خوب. بیا بذارمش رو موهات. خیلی بهت میاد. بگیرید عجله کنید. برید داخل. زود باشید. بگیریدشون. صبر کن. همه جا رو به هم بریزید. نذارید فرار کنن. صبر کن. زود باش. برو. کجا باید بریم؟ تکون نخور. اینجوری نمیتونیم قایم شیم. چی کار کنیم حالا؟ نترسید. پایین بمون. برو. چی کار کنیم؟ خدایا چی کار کنیم؟ بیاید برید مراقب باشید. ناراحت نباشید. منم میام. برید زود باشید. برید. وای خدا امروز چی کار کنیم؟ ساکت باشید. چی نگو. آروم. عجله کن باشید روزانو. ساکت. ببرید صداتون رو. بشین روزانوت. خفه شو. بخواب رو زمین. آزادی. بگذار که بالهای من با قدرت به پرواز در بیایند و دوباره به کنار تو بیایند. ماه من به هر کجا که رفته بگذار که بالهای من با پرواز در بیایند. تاسیا داری چی کار میکنی؟ سلیم هیچی نیست. سلیم چیزی نیست من اینجام. خیلی خوب. من اینجا. سلیم میوا خودشو کش. سلیم به خاطر بانو مرد. اونا فرو کرد تو گردن خودش. سلیم
قبل از اینکه گردن خودشو سوراخ کنه داشت اون آهنگو میخوند. از اون لحظه اونقدر ناراحت شدم که نتونستم. اما تو چرا داشتی این آهنگو میخوندی؟ یه چیزو مطمئنم. حالا که معنی اون آهنگو میدونم چیزی که میخواست این بود که با نامزدش ازدواج کنه. بانو. ما جنازه رو دفن کردیم. همچنان یه مشکل دیگه به وجود میاد. داری چه نقشه میریزی سلیم؟ تاسیا، من میدونم کی میتونه کمک کنه. کی میتونه کمک کنه؟ فقط بهم اعتماد کن. سلیم. همچین مراسمی که دو تا روح توش با هم ازدواج کنن هست؟ آره. من و آریان تمام وسایل لازمو برای این مراسم آماده کردیم. مراسم ازدواج روح‌ها در دو حالت میتونه اتفاق بیفته. ازدواج یک روح با یه روح دیگه، عاشقا و معشوقایی که درگذشتن، و ازدواج یک روح با یه انسان که هنوز زنده است. احمقانه است. کی حاضر میشه همچین کاری انجام من بده؟ افرادیو میشناسم که حاضرن. خیلیا در زمان قدیم این کار رو انجام دادن چون داماد یا عروسشون میخواست ثروت والدینشون به ارث ببره. بعد از اون میتونستن با یه فرد دیگه ازدواج کنن. کوجونگ، حالا باید چی کار کنیم؟ بهم کمک کنید. خب؟ اینه هاشش. میذاریمش اینجا. آره، همه چیز سر جاشه. همه چیز تنظیمه. خیلی خوب. صبر کن. یه لحظه صبر کن. دوباره برو. این دیگه چیه؟ روح بانو رو نمیتونم پیدا کنم. حالا چی کار کنیم؟ خب باید جسد بانو رو پیدا کنیم. ژاپنی‌ها جسد بانو رو دور انداختن. ما نمیدونیم کجاست. خدایا، حدس میزدم. هیچ وقت یه تدفین درست و حسابی نداشته. هیچ کس براش دعا نکرده. باید یه چیزی پیدا کنیم که متعلق به بانو بوده. حلقه ازدواجشون کمکی میکنه؟ آره، اگه اینطوره فقط یه راه هست برای انجام دادنش. اما این خطرناکترین راهه.
و باید درست پیش بره. یکی از شما باید بانو رو از برزخ برگردونه نه برزخ. و باقیتون یه مأموریت برای انجام دادن اما من بانو رو برمیگردونم. نه تاسیا، نمیشه. نه من میرم. من خانواده میوا هستم. من میتونم برم تو. آره میتونم برم. تاسیا تاسیا دیگه داره واقعا عجیب و غریب میشه. تاسیا، من آروم خودم باش. این من کارو باید چیکار کنم؟ صبر کنید. نه اصلا شما میدونید بانو چه شکلیه؟ اگه شما برید و دنبالش بگردید میتونید شناساییش کنین. ها؟ ولی این خطرناکه تاسیا. برزخ تو میفهمی؟ معذرت میخوام اما من فکر میکنم تاسیا فرد مناسبیه برای این مأموریت. متاسفم سلیم، اگه تو بری اونجا ممکنه اجداد تو رو با خودشون ببرن. اشکالی نداره. نه سلیم، نه. نمیتونی برگردی. سلیم نه، خواهش میکنم. با مطمئنی؟ این بازی نیست. اگه برنگردی چی؟ سلیم، من چیکار کنم؟ بهم اعتماد کن. ها؟ مطمئنم سلیم. میهوا بهم کمک میکنه. مطمئنم این چیزی که اون میخواد. باشه، بهم اطمینان کن. باشه، درست میشه. مأموریت‌های دیگه چی هن؟ آریان همینجا بمون و همزمان با دعا کردن چوبا رو روشن نگه دار. میتونی از کلمات خودت برای دعا استفاده کنی. از اجداد سلیم کسب رضایت کن و دعا کن که ارواحشون در آرامش باشن و از ما مراقبت کنن. سلیم، فبری، برید سر قبر میهوا و جسدشو بیارید بیرون. مراقب باشید جسدشو برگردونید اینجا. حواستون باشه که حلقه های ازدواجشون هم بیارید. حلقه های ازدواج خیلی مهمن، فراموششون نکنید. آسیا، تو میری به دنیای بعد از مرگ. بانو رو صدا بزن. خب با اینکه اون نمیتونه تو رو ببینه، اما تو برزخ میتونه صدا تو بشنوه، میتونه بهت نزدیک بشه. وقتی بانو رو ملاقات کردی دستشو بگیر و بعد این کاغذ رو بسوزونش. خب از این کبریت استفاده کن. باشه؟ ممنون بابت کمکت. این کارو برای تاسیا میکنم. میدونم. هر چیزی که به تاسیا گفتی و شنیدم. تو یه عوضی واقعی. از همین الان از زندگی ما فاصله میگیری. فهمیدی؟ در دنیای پس از مرگ تو در امان خواهی بود. فقط یه چیزو فراموش نکن. وقتی کسی اسم تو صدا میزنه هیچ توجهی نکن. نزدیکشون نرو. هر کسی که هست. حالا آروم باش. چشماتو ببند. بازدم و به آرومی دراز بکش. کوچونگ؟
فبری سلیم کجاست؟ فبری خدا لعنتت کنه، تو چت شده؟ نکن. تو الان اینجا رو ترک میکنی، منم تاسیا رو با خودم ولی میارم. سلیم هنوز تو قبرستونه. نگران اون نباش، سلیم ما رو ول کرد. برو دنبال تاسیا. منظورت اون به چیه؟ همون اهمیت نداد. فبری من باورت نمی کنم. سلیم لعنتی. سلیم بیدار شو، خواهش میکنم. سلیم گندش بزنن. بانو تو کجایی بانو؟ میوه دنبال توی بانو. سلیم عزیزم منو اینجا تنها نذار. عزیزم تاسیا بانو وایسا، من تاسیا رو با خودم میبرم. نمیتونی این کارو بکنی. تاسیا بیدار شو دیگه. تاسیا اینجا هم نیست، زود باش، باید با هم بریم خونه. تاسیا بلند شو، بیا بریم خونه، همه چی درست میشه. لعنتی. عزیزم بلند شو. بانو کجونگ کو
سلیم سلیم داری چی کار میکنی؟ میخوام با میهو ازدواجش بدم و بعد برم خونه. چرا داری با فبری ازدواجش میدی؟ مگه این همون چیزی نیست که میخواد؟ ازدواج کردن. نه سلیم اینجوری نه. اون میخواد با روح بانو ازدواج کنه، نه فبری. گوش کن تاسیا، وایسا. یادت نمیاد کوچون چی گفت؟ این درست نیست سلیم. میهو میخواد با روح بانو ازدواج کنه، نه هر مرد دیگه. منم روح بانو رو پیدا کردم. من هم دیدمش سلیم. باشه، چطوری ازدواجشون بدیم؟ کوچونگ مرده. دارم سعی میکنم از راهی که میشه انجامش بدم. مطمئنم نیستم که جواب میده، ولی تنها کاری که میتونم بکنم. پس لطفاً کمکم کن. باشه میفهمی؟ خواهش میکنم کمکم کن. نه سلیم اینجوری نه سلیم. میخوای تا آخر عمرم اینجا بمونم و چوب دعا آتیش بزنم هان؟ این سنت رو به بچه‌هامون منتقل کنم؟ این چیزیه که میخوای؟ بگو دیگه. لعنت بهت. چای گوشت مردی. تا قبلا مردی. برو به اجدادت بپیوند. دیگه وقتشه بمیری. کافیه. متوقفش کنید. تاسیا. ممنونم ازت فبری. تاسیا. حلقمو پس بده. تاسیا فبری. تاسیا کجاست؟ فبری